سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قرار با هم گردشی داشته باشیم در بازار عاقلیه لاهیجان. امروز پنجشنبه 18 بهمن ماه و ساعت حدود 11 صبح. امروز صبح تصمیم گرفتیم مجدد ولاگی از بازار محلی لاهیجان ضبط کنیم. صبح زود به بازار پردسر و بازار شماره 3 سری زدیم که ولاگ اون رو مدتی پیش در کانال قرار دادیم. ارسال این ولاگ یعنی بازار عاقلیه به دلیل بارش برف و اولویت ارسال در ولاگ های دیگه به تأخیر افتاد. بازار عاقلیه از بازارهای همه روزه در شهر لاهیجانه که در نزدیکی میدان عاقلیه و پل خشتی لاهیجان قرار داره. به علت بزرگ بودن خیابان حکیمزاده که به کمربندی داخلی لاهیجان هم معروفه و وجود جای پارک، این بازار گزینه خوبی برای خریدهای روزانه است. به دلیل وجود جای پارک گزینه خوبی برای خریدهای روزانه است. دونه چند میدین؟ 15. علاوه بر این وجود محصولات محلی توسط زنان زحمتکش روستایی، ماهی تازه و همچنین میوه و سبزیجات میتونه دلیل شلوغی این بازار باشه. قبلا هم ولاگی از این بازار در کانال قرار دادیم که میتونید در پلیلیست مربوط به شهر لاهیجان پیداش کنید. لاهیجان عروس گیلان از شهرهای شرق گیلان و در همسایگی شهرهای لنگرود، آستانه و سیاکل قرار دارد. فاصله این شهر مرکز استان گیلان یعنی شهر رشت حدود 35 کیلومتر. از جاهای دیدنی این شهر علاوه بر استخر، مجموعه بام سبز و تله کابین، تالاب سوستان، تالاب سوختکو، مزرعه قوها، مقبره کاشف السلطنه پدر چای ایران و موزه چای میشه اشاره کرد. اگر به دیدن زیبایی‌های استان گیلان و همچنین جاهای دیدنیش و بازارهای محلیش علاقه دارید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. امیدوارم که از این گردش و این بازار لذت ببرید. سلام. بازار اصلی اون بره. سلام خواهم جان نه خدای برای کرد نه برای مجادی مای اوزون بره آقا مای سفید سفیده. مای سفید اصلا روی چنده مای سفیده؟ مای سفیدش 1200 1400 اوزون کیلویه؟ این کیلو چنده؟ آقا برگشت 2 تا اومد 1 تومن کیلو 1 تومن؟ هر کیلو 900 میزنه نه هم اندازش میزنه هم سفید من دید تازه است الان های سفید منو برگردی چند تا بگیرم. الان آقا الان بازی شیرین
بادام آزاد. بادام از سانو بدم بادام بدم سارو از سانه بادام از سانو عکس بگیری اینا سبزی چیه؟ تعبیران قرمه تخم مرغ چنده محلی؟ 7 کنسه آره ها یه ایسا بود یا بود ساجد بود تو سفرنگه جمعون بوده تو یخچال موز آدم آدم گویه 30 تومن گویه 30 تومن گویه 30 تومن گویه 30 تومن بله موز عالی قیمت عالی خسته نباشید. کیلو چند سیب زمینی؟ اینو دارم میذارم 55 تومن. پیاز چنده؟ پیاز 40 تومن. چیه برنامه است؟ اینترنت میذاریم. دوستان سوال قیمت بپرسین. قیمت ها رو خارج بدون قیمت چنده؟ بهشون میگیم 60 تومن شده باور نمیکنن. نه دارم میذارم 55. دستتون در نکن. خسته نباشید. آقایان ببرین آقا کاوام 30 تومن لبو آبی شلغم پاو کلم دلمه برج 28 شابلوت جنگ شابلوت Var 20 تومن 35
خلاص خسته نباشی. میوه کاکتوسه؟ بله قربان. چند کیلویی؟ کیلو باجری اگه تو کیلو بگیری 50 میشه. تو فیلم 50 تومن. تو فیلم 50 تومنه؟ آره. کم میزنی؟ جان؟ میگم کم میزنی؟ یوتیوب میذاریم. خسته نباشی. تلفنم قطع کردم. دارم. سلام از ما. سلام آقا. خسته نباشی. جان؟ همه قاطیه. انشالله که بازار باشه. بگزه؟ نه اون شیرینه. میخوام تو ترشی بندازم بگز میخوام. بگز؟ این یکی هم شیرینه. این بگزه، این هم بگز خواست. این بگز خواستر بود. خسته نباشی. Ciao.